چرا این قوم بدبخت بشریت منافات با پیغمبر میدانه. حالا که معلم و مربی باید از خود جنسی مردم باشه که از خاصیاتشان از حالاتشان مکمل بررسی کده میتونه، خوب تربیه کده میتونه. اما این مردم اول عیبشانی بود که تو بشر هستی. میگه ما هذا نیست الا بشر و مثلکم، مثل یک انسان مثل شماست، چرا پیروی از زیرا میکنی؟ دوم عیب، چرا المرء یقیس علی نفسی یرید و یتفضل علیکم، اراده داره که خود برتری بده، رئیس بسازه بالای شما. آدمی سلطجوسته میگرده پشتی سلطجویی، خب تحریک میکنه وارانه که خودش سری شما رئیس میگردانه. الله میگه ولو شاء الله لانزل ملائکتا، چرا یا اعتراض میکنه که بشر است باید ملائک باشه؟ الله جواب میده اگر میخواست الله متعال روان میکرد ملائکه ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین، ولو شاء الله اگر الله میخواست که روان کنه پیغمبره خامخا روان میکرد، ملائکه روان میکرد که از ما کده درجهش بالا میبود، ما اطاعتش هم میکردیم. این اعتراضی از یا یک لباس چی را بگوی دلیلی که در ظاهر دلیل است اما در حقیقت دلیل نیست. در ظاهر دلیل است، بله مرتبه پیغمبر از دیگرها کده چی باشه؟ بالا باشه، این گپ راست است، لیکن بالایی مرتبه پیغمبر باید در چی جنسیت نباشه؟ بالایی مرتبه پیغمبر در چی باید باشه؟ بگه در عقیده، در عمل، در اخلاق. ای نه، مرتبه از او نگاه از کل کده پیشتاز بالا باشه، نه که در جنس بالا باشه. چرا در جنس اگر بالا می بود ملک می بود از خاصیتی من خبر نبود، من گوش نمی بودم، می گفتم که من اجازه بده که نان میخورم و میگه نه تو را درس میدم. من میگم که حالی هر رقم درس بدی یقین بکن اگر خوب یاد بگیرم. همون تو راست یا نه؟ شاگرد دوجت پایک میزنه که استاز مرا میرم قضای حاجت پیشاب گرفته شه و میگه نه تو را درس میگم، شری تعالی در اونجا اعلام میکنه. همون تو راست یا نه؟ خب دیگه چی میگه؟ دلیلی که امروز برای ما و شما میگه این مولوی صاحب گپای میزنه که ما در عمر نشنیدیم. ریش سفید میگه 60 سال عمر نشیده این گپا را من نشنیدم، چطوری را قبول کنم؟ یک همی استاد شما مولاست، این دیگه مولا نبود. چی میگه؟ ما سمعنا بهذا، این گپا را نشنیدیم فی آبائنا الاولین، در پدرای نیاکان سابقی خود. این سخن از کجا پیدا شد؟ آلیا پیدا شدن، زیارت رفتن نارواسته، این دعایی که ما میکنیم این نارواسته. نه این گپا را نو کشید، این بدعت، این بدعت. ما را بخی عجیب گپ کده، کل چیز از ما بدعت کده رایسته. نه نه نه، ما چیزی که پدرای ما کده ما چپا نمیشیم. دیگه عیبشه این هو الا رجل نیست مگر یک شخصی است به جنتون که بالایش دیوانگی است. چرا دیوانه برش میگه؟ سخنش خلاف تمامی مردم است، کلی مردم یک طرف روان، این دیگه طرف. یک نفر که سخن خلافی کلی مردم میزنه و چی میباشه؟ دیوانه میباشه. خود چی میگالی؟ فتربصوا به، انتظار بکشی بالای شخص حتی حین تا یک مدتی را یا میمیره، بیغم میشیم از گپایش یک مانا میمیره. این بدبخت ها البته خودشانش نمیمیره. دوم میگه فتربصوا حتی حین، انتظار بکشی تا یک وقتی را یک کمی دیوانگی در سرش آمده به هوش میاد. حالی چی میگه؟ این مردکه دیوانه شده، بابایی را دیوانه کرده. بابا عاجزی بابا را بیان میکنه که بابای چیز نمیتونه، از او خاطری چی شده؟ عقل از سرش رفته. 3 قسم تهمت این مردم سری پیغمبر صلی الله علیه وسلم، پیغمبر نوح علیه السلام زدن. اول بشر بودن، دوم سلطجوسته، سوم دیوانه شده، بیعقل شده. در طول تاریخ کسی که گپ حق میزنه دعوت به سوی حق چی میشه؟ میده. یا همی 3 قسم عیب سرش لگانه. چی میگه؟ این بشر است. میگه یم عالم است مثل علمای دیگه ما. علی همی طور میگه نمیگه؟ یم عالم است، این دیگه علما نگفته این یک آدم است، چرا ما بپذیریم؟ نه یک عیب است. دوم عیب برد میگه نه نه این خدا میخواه که در بین مردم خدا مشهور بسازه با این گپای جدیدی خود. این دوم گپ از ما مردم میگه، امی گپ با نوح علیه السلام گفت. سوم میگه
اونجا میگفت دیوانه شده، حالی چی میگه؟ وابی شده، مذهب اله کرده، در بدر شده. قال رب انصرنی بما کذبون. نوح علیه السلام سخت زحمت کشید، شب روز، آهسته، به جهر، به پنهان، به ملای عام، هر جای نوح علیه السلام دعوت شروع کرد. 900 سال. چند؟ به جز از کم نفرات دیگه کسی ما نآورد. یعنی نوح علیه السلام از هر ذریعه ممکن که برای ازیا بود که هدایت شوند کار گرفته، لیکن این مردم اونمو زول امام آل نوح علیه السلام تنگ شد. دعا میکنه قال رب انصرنی بما کذبون. پروردگار مرا نصرت بده به سبب در مقابل آن چیزی که یا تکذیب میکنه. الله مرا نصرت بده، این مردم ها قبول نمیکنه سخن مرا، پس یارا در این حالت نگذاری. فاوحینا الیه، پس الله میگه ما وحی کردیم نوح علیه السلام ان اصنع الفلک، که جور کو کشتی را، باعیوننا، در برابری دیدی ما، زیر نگرانی و نظر ما، و وحینا، مطابق فرمان و حکم ما. پس معلوم شد که کشتی جور شدن اولین مرتبه نوح علیه السلام جور کرده و ای به وحی آسمانی جور شده. از همون خاطر مردم پرسان میکنه که تمام کسب ها این تعلیمش از کجا شده؟ تعلیمش توسط وحی آسمانی شده به انبیاء علیهم السلام. البته بعضی انبیاء نامش گفته شده در قرآن کریم، بسیار به هزارها انبیاء علیهم السلام هست که نامش گرفته نشده. پس واجد تمام کسبا یا چیست کلی کسبات پیدا کنندش کیسته؟ الله متعال تعلیم داده. فاذا جاء امرنا، زمانی که فرمان عذاب ما میرسه به این مردم، و فارت تنور، علامه و نشانه همی عذابی است که جوش میزنه آب در تنور. آب جوش میزنه در تنوری که آب نان پخته میکردی، آتش در میگرفت، اونجا آب ظهور میکنه. بعضی علما میگه مراد از تنور تنوری خانه است. چرا؟ این لغتی است که در پشتو، فارسی، عربی کلش یک لغت است. تنوری میگه امو تنوری که در اون نان پخته میکنه. الله متعال نشانه من به نوح علیه السلام که نوح علیه السلام عذاب ما فرا میرسه، علامه و نشانش است زمانی که در تنوری خانید که نان پخته میکنی، آب جوش زد، حالی دیگه در کشتی برای که چیست دنیا غرق میشه. بعضی علما میگه تنور روی زمین میگه. چی نمیگه؟ زمانی که جوش بزنه آب در روی زمین آب پیدا شود، زود زود تو در کشتی برای، از او خاطر میگه فسلک فیا، درار داخل کو در کشتی، من کلن، از تمام چیزا، زوجین، جفت و جوره را، اثنین، دوتا، تمام چیزایی که تو را چی مناسب است، تو برش ضرورت داری، محتاج هستی، از تمام چیزا جفت و جوره را بالا کن که نسلا آینده باقی بمانه. اگر او بز و گوسفند است، مثلا گو شتر است، اگر اسپاس، اگر مرکب است، از هر جوره جفتش قطع داشته باش. نباتات هم جفت داره. و اهلک، اهل خودم سوار کو، الا من سبق، مگر او کسی که پیش تیر شده علیه بالایش، القول فیصله منهم، از جمع اولادایت، فیصله عذاب الله در مورد شده، او را قطع خود داخل نکنی، داخل نکنی. بچهش است، بچه است. ولا تخاطبنی فی الذین، قطعا گفتگوم نکنی در مورد کسانی که ظلم و شرک کردن. تو این قدر دعوت هم دادی بازم و از شرک بر نگشتن، در مورد از و قطعا سخن نگویی. چرا؟ یعنی زیر تاثیر عاطفی انسانی نبیایی که مردم در حالت سخت عذاب ببینی یک دفعه بگی که الله عذاب از پیشش بگی، نه این کار نکنی. یا بچه تا ببینی عاطفی پدری غالب شوه، با وصفی که او مشرک است، باز بگوی که الله ای بچه مرم خلاص کن. نه 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 نه، بچه تا از خود شرک کرده، آلی دیگه از اهلت نیست. انه لیس من اهلک، یا از اهل تو نیست. قرآن درس میده برای ما. الله فیصله عذاب میکنه، لیکن نجات کسایی پیدا میکنه که عقیده صحیح به همراه کی داره؟ نوح علیه السلام داره. اولادش هست لیکن عقیده صحیح نداره، با دردش میخوره پیغمبر؟ نمیخوره پیغمبر. شرک و نموتر چیزی است که حتی پدرم در حق تو طلب دعا کردن نمیتونه، طلب دعا هم نمیتونه، سفارش و شفاعت کردن نمیتونه. الله فرمان میده که دیگه اینطور موارد گپ نزنی. چرا گپ نزنی؟ انهم مغرقون، یقینا یا غرق شدگی است در ازل الله متعال نوشته کرده. خلاص. فاذا استویت انت، زمانی که تو برابر شدی، راست نشستی، انت تو و من معک، کسانی که همراه توست، علی الفلک، بالای کشتی،
و نجات پیدا کنی از غرق شدن، شکر نعمت الله را باید بکشی. چه رقم؟ فقل الحمد لله الذي، بگو کل صفتای کمال برای الله است. کدام الله؟ الذي، و ذاتی که نجانا، ما را نجات داده، من القوم الظالمین، از قوم ظالم مشرک ما را نجات داده. شکر الله را بکش، الحمدلله. در دیگه جا آمده سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین و انا الى ربنا لمن. اگر مرکب است، بایسکل است، موتورسیکل است، موتر است که سوار میشه، اول چی میگه؟ الله اکبر 3 مرتبه، الله اکبر الله اکبر، الحمدلله 3 مرتبه، الحمدلله الحمدلله. بعد از چی میگه؟ سبحان الذي سخر لنا هذا. ایرا میگه. خب مومن واقعی میگه، او خبر داره، ایرا یاد کرده، حفظ کرده. چرا؟ روزمره زندگیش به این تعلق داره، روزمره. از امو خاطر دعاهایی که زیاد تکرار میشه باید برای هر مومن یاد باشه، یاد باشه. خب از سوالی میایه که دعای یک دعا را پرسان کنیم که کی یاد داره. نسبت به دیگه مومنا ما سلفیستیم، با حدیث زیاد تعلقه داریم، خیلی لافام میزنیم. و قل رب انزلنی منزلا مبارکا، بگوی ای پروردگار ما را فرو بیار منزلا، در منزلگاه، در جای مبارکن که پر برکت باشه. و انت خیر المنزلین، تو بهترین فرود آوردنیستی، ما را در جای فرود بیار که بالکل پر برکت باشه. چرا؟ بعد از طوفان حالات خیلی تغییر میکنه. چرا حالات تغییر میکنه؟ زمین مساعد برای کاریدن و گپا نمی باشه، سیل آمده می باشه، یکی هوا آلوده می باشه، آب آلوده می باشه، امراض گوناگون پیدا میشه، کمبود غذا و خوراکم می باشه. چرا که سیل و طوفان است. از او خاطر ما را در این طور جای ببری که اونجا زمینش صلاحیت کاریدن نداشته باشه، مواد غذایی پوره باشه، مرض ای گپام نباشه، همراه سیل تمامی آب و هوا آلوده میشه. از او خاطر کشتی رفت در جودی، در سرزمین عراق چی شده؟ استاد شده. او کورا به نام چی؟ ارات یاد میکنه. در اونجا تخته های کشتی نوح علیه السلام است. این تو نبوده که کل جهان آب گرفته بود، تنها عراق بود. خودی از یوم چی بوده؟ در کوی جودی آل کشتی در اونجا رفته و نوح علیه السلام از او پیاده شده. نظر به گفته تاریخ ها. دعای منزل رفتن در یک جایی که میری چیست؟ کی گفته میتونه؟ آلی از کابل رفتی جلال آباد، پشاور رفتی، مزار رفتی، آلی پایین میشی در جایی که تو آلی اقامت میکنی، یک دعا بگو. این خوی نمیسته، این نمی دعا. چی رقم؟ پوره نکده ای. نصف شو میگه نصف شایی. پوره نشد دیده؟ خواهرها یاد داشتن یا نداشتن؟ وا میدانه خودت در ترازو طول کنی که ما چقدر پابند هستیم. نصف شو میگه نصف شو. و دعایی که عبدالرحمن میگه تکمیل نکده، خو دعایش درست است. بگو تکمیل کن. آفرین. و رب الارضین. خلاص. اللهم اینی اسألك خیر المولج و خیر المخرج. و دیگهش اونا بسم الله ولجنا و بسم الله خرجنا و علی الله ربنا توکلنا. اینی از دوره حدیث 600 نفر فارغ بشه. شما باور به الله بکنه اگر دعایی که در حدیثی صحیح آمده برای دسترخوان امور کس گفته نمیتونه. چرا؟ توجه ما این طرف نیست، غمی گپاره نداریم. حالی اگر براتون بگویم که کدامتان گلدانه دانه را یاد داره، کلیتان میگه نه گلدانه دانه خو یا هنگ افغانیسته. با چوچگه که ما بگو که از فلان فیلم هندی حالی تو بیان کو. و این بدبختا امیال رادوهام که زنگ میزنه در و پره، مادری ما خواهری ما پیچه سفید استاد است، لرزه میکنه، تفلک یتیم در پالویش است. به نام الله در رمضان مبارک از پیش ما میخواه نمیدیم. اما دختری جوان بی حیا با او بچه فاسقی که در استودیو ششته او زنگ میزنه که کدام کیستی؟ فلانی خان هستم، خاطره و فاطمه و نه گیتا و شیتا گفته رایسته، فلانیستم. کدام آهنگ خوش داری؟ امو آهنگی که در فلان فیلم هندیسته. برش میگه یک دفعه خود زمزمه میکنی. این بدبختی خبیث برش زمزمه میکنه. یعنی مسلمان هستیم. والذین عن اللغو
موردون. اینی مسلمان هستیم. ما باز جنت میخوایم از الله متعال. 10 دقیقه مکالمه مصرف میشه، 20 افغانیش مصرف میشه در شبکه سودی، در شبکه کفری میره که کلش در درد کفر میخوره. اینمی پیسه کی؟ پیسه دختری مسلمانی که خود مسلمان میگه. این حالتی ماست. ما چرا گله میکنیم؟ جزئیات ما را ما بکویم که چقدر با اسلام هماهنگی داریم، راستی بر ما هست. بدعت‌ها را از خود ایجاد کردیم، طریقه عبادت تغییر دادیم، نماز تغییر دادیم. نماز که عبادت عمده بود، که بهترین عبادت اول صفت مؤمن بود، امیرم تغییر دادیم. همین نمازی که آلی خوانده میشه به نام تراویح، همین مردم بر ما سند بده که کی خوانده. پیغمبر، صحابه، تابعین، تبع تابعین کی خوانده؟ بر ما سند بدنی کی خوانده؟ که نه تسبیح را پوره کو، نه سبحانك اللهم را بگو، و نه درود، نه دعا را. این کدام نماز است؟ چی رقم نماز است؟ خب افسوس است که همین مردم، شما بار بالله بکنی، امو دیگ، امی شلغم، امی ملا، امی مردمی که سالا از کلی ثوابا محروم باشه، گنگ و سنگ دمی دنیا بیاید، امی طور گنگ برد از امی دنیا. برای مردم دلسوز بکار نیست، قطعا بکار نیست. این مردم فقط یک چوب بزن بگو پرتو حقی مرا. یک قدر از پیشت خوش است که پرسانه که دستی تبوسه میکنه. اگر تو غمخوری میکنی که این رای جنت است، نه، باز دیگه تو وابستی، یهودیستی، نصرانیستی. این مردم الله رحم بکنه. فاذا استويت انت ومن معك على الفلك، وقتی که برابر شدی تو و کسی که همراه توست بالای کشتی، فقل الحمد، شکر الله متعال بکش، بگو الحمد لله، کل صفتای کمال بخصوص الله است، الذی، و ذاتی که نجانا، ما را نجات داده، من القوم الظالمین، از شر قوم ظالم، به او عذابی که قوم مبتلا شده ما را نجات داد. و قل، بگوی پیغمبر علیه السلام، رب ای پروردگار، انزلنی، مرا فرود بیار، منزلن دی تو جایگاهی مبارکن که پر برکت باشه، و انت خیر المنزلین، تو بهتر فرو آورنده استی، یعنی ما را در منزلگاهی بیار که اوجا برکت زیاد باشه. این فی ذالک، الله متعال میگه در اینمی ماجرا واقعه نوح علیه السلام، هلاکت قومش، لآیات، بسیار نشانه های قدرت بزرگ الله است. آب چطور پیدا شده، زمین خشک، و چه قسم کشتی چطور غرق نمیشه، با وصفی که پر از مواد میباشه. آلی کشتی هایی میآید که چندین ماه توسط چیستا کرن تا میشه، کانتینرها از پیشش 1 ماه کرن تا میکنه، چقدر وزن میبره. چرا الله این خاصیت به کشتی داده که غرق آب نشوه، و چرا الله آب خاصیت سیال و مایع بودن داده که کشتی در او حرکت کده بروه از یک جای در دیگه جا. یقینا در هر کدامش علایده نشانه قدرت کیست؟ الله متعال است. و این کنا لمبتلین، الله میگه خام امتحان کننده هستیم. امتحانا متنوع می باشه، گاهی به یک قسم، گاهی به دیگر قسم. یک قسم امتحان روان کردن انبیا علیهم السلام است که خیرخواهی مردم هم میکنه، لیکن مردم در مقابلش دیوانه میشه، نمیپذیره خیرخواهی از او. امروز که تو قرآن بری مردم بیان میکنی، مردم درای توحید میاری، شرک برش معرفی میکنی، به خاطری که در جنت بره، از دوزخ نجات پیدا بکنه، مردم چی میکنه؟ تو را وهابی، یهودی و نصرانی معرفی میکنه. یا امتحان الله است. ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین، بعد از او به وجود آوردیم، پیدا کردیم پس از قوم نوح علیه السلام قرنا آخرین، جمعیت دیگر مردم دیگه جمعیت پیدا کردیم. فارسلنا فیهم رسولا، روان کردیم در بینشان پیغمبر، منهم، از خودشان، از جنس خودشان. اینجا راجح قولی است که صالح علیه السلام است، چرا که نشانه عذاب از قوم ازوست. رسولا منهم، پیغمبر از جنس خودشان، انسانا. چی برش گفت پیغمبر؟ ان اعبدوا الله، که عبادت یک الله را بکنی، یک الله را پرستش کنی. ما لکم، نیست برای شما، من اله، معبود قابل پرستش بندگی، هیچ کسی دیگه غیره، غیر از الله دیگه کس لیاقت بندگی را نداره، نکنی دیگه کس رب نگیری. افلا تتقون، آیا ای شما خدا نگاه نمیکنی از مخالفت امر الله؟ نکنی شرک نکنی که مخالفت امر الله میشه. و قال الملائ، اینجام غټایت، کسایی که دین گریز است، همیشه دین چیست؟ مانع و صدرای امو کامجویی و خواسته های نامشروعشان میشه، دین وارمه نمیکنه. دین خویا میگه زنا نکنه، شراب نخوره، غصب نکنه، دزدی نکنه، مال مردم به ناحق نخوره،
سلطجویی نکنه، مردم بیگارکش نکنه. دین را میگه. از همون خاطر دین صد رای منافع نامشروعی از جاسته.